به نام خداوند لوح و قلم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همراهان همیشگی مسابقه هوش برتر. توفیق نصیبمان شد که با 3 شرکت کننده عزیز در خدمتتان باشیم. خودتان رو معرفی کنید. با سلام کامران کاکتوسیان. بله. با سلام امید استخدوسی. با سلام و درود اشکبوس اوکالیپتوس نیا. آقا فکر کنم ایشان باور نکردن. این کارت آقا بذار جیب چیه باور نکرده جمعش بکن. آقا گله من از دوستان ثبت احواله. خود سرکار تو یعنی 3 دفعه اسم فامیلی پسر یک بیشی گت نکید. اشکبوس اوکالیپتوس نیا آخرش هستم. و اما سوال نام قدیم کشور سوریه چیست؟ بین النهرین. خیر، بین النهرین اسم قدیم عراقه. حبشه اسم قدیم اتیوپیه. ماورانهر. نه دوست عزیز دور شدیم، راهنمایی میکنم. ببینید شما اگه قرار باشه شب کسی رو دعوت بکنین به خانه‌تان بهش چی میگین؟ میگیم ببخشید نه یا کروناست. نه عرض کردم که مثلا دعوتش میکنید. آقا یعنی چه؟ شما و همکارات صبح تا شب دارین تو تلویزیون میگید مهمانی نرید نگیرید، الان گیر دادی میگی بگیرید. تکلیف ما چی آقا؟ آقای عزیز ایشان مثال میزنن، میگن مثلا اگر مهمان دعوت کنید. آفرین. اسمت کی بود؟ هاکر برفیل کی بود؟ کاکتوسیان. کاکتوسیان. بله. درد و بالای برزده و گیانم. بفرما. خب ببین اگر قرار باشه شما بله. شب کسی رو دعوت بکنید بهش میگین بفرما چه؟ بفرما یه لیوان آب. منظور من غذاست. شرمنده به اوضاع اقتصادی دعوت نمیکنم. هی آقا ایو تو این جواب سوال اگه بیاین یا نه؟ بله. باید بالاخره برسیم جواب این سواله که اسم قدیمی کشور سوریه چه بیه؟ درسته. بله بفرما. خب یه لحظه اجازه بدید. شما صبحها چه میخورید؟ صبحانه. درود بر تو. خب بعد صبحانه نهار. بعد نهار میان وعده. بعد میان وعده میان وعده دوم. بعد از اون عصرانه. کارت بخوی نازگده گرمن راخ نخوی. آقا من دیابت دارم، مجبورم تعداد دفعات زیاد میخورم ولی حجم کم. بسیار خوب. خب بعد از همون میان وعده دوم و سوم و هزارم تو باید شب یه چیزی کفت بکنی. آقا دیگه چیزی نمیخورم، انسولین من میزنم و میرم میخوام. استاد من شبا غذا میخورم. خب چی میخوری حک؟ نان و سبزی، نان و گوجه، نان و پنیری با توجه به شرایط بد اقتصادی که خدمت درس کردم. تو حرفای بودار میزنی. اکی خط گرفتی بالفنجه. دستت بردار. اختاپوس. آخرین راهنمایی. شما عروسی که رفتی بله. توی اون کارت عروسی نوشته هایی هست. بله. بفرمایید به صرف چی و شیرینی؟ اولش هم شیه؟ شربت و شیرینی. بینندگان عزیز با این اوصاف اسم قدیمی کشور سوریه شربت است با مرکزیت شیرینی. شما صبح اگر چیزی نخورید ظهرم هیچی نخورید قسمت باشه کارت به معدتان بخوره میان وعدم هیچی نخورید شب برگردید تشنه و گشنه برید خانه میگید میخوام چه بخورم اولش هم شاز شامی کباب. شام آخرش هم ته داره. شام املت با توجه به شرایط بد اقتصادی. خاموش لیلی پروت. جواب مد نظر ما جمع شام است. شام ها. شامان. چندین شام. شامات. تمام. یه عطر نگفتم ها. تنفر. برمیگردیم به مسابقه. اما سوال نقطه مقابل واردات چیست؟ سی واردات نقطه مقابل نداره، 2 تا نقطه داره اونم رو حرف ت. مگه نگفتم تو حرف نزن سرخی. بیام اونجا خوری کتت بکنم. نقطه مقابل یه اصطلاحه. منظور این که متضاد واردات چه میشه؟ خارجات. هاو پیرن صورتی گفتش. یک خورده فشار به مغزت بیار.
ما برای نیاز کشور، یعنی بر اساس نیاز کشور، یه سری محصولات وارد میکنیم، مثل کشک پشم کوت حالا پشمک. یه سری محصولات هم خارج میکنیم. چه خارج میکنیم؟ مغز خارج میکنه. تو آمدی اینجا مسابقه شرکت بکنی یا آمدی شر درست بکنی؟ آقا جان، آنچه که از کشور بیرون میفرستیم چیه؟ ارز. ما فقط بلدیم ارز خارج کنیم. ببند دهنت وزق. چه یه حاشیه ساز. باشه، تو درست میگی. حالا اگه بخوایم ارز وارد بکنیم چه بکنیم؟ خیلی سخته. تریمان کار خودش کرده. حالا کسی نگفت شما نظر بدید. کارشناس محترم مسائل خاورمیانه، برای وارد کردن ارز چه کار باید کرد؟ باید دعا بکنیم، پناه ببریم به خدا. این مسئولیت ما داریم. ببند هیچی نگو. آقا رحمت به من بیار. شکل که برام نذاشتین، روح و روان من درگیر کرده. قلبم من 2 تا فنر گذاشتم. خب دقت بکنین عزیزگم، وقتی کالا یا محصولی از کشور خارج میشه بهش میگن چی؟ قاچاق. نه. چرا شما فکر نمی‌کنید کالا با نظارت گمرک از مرز رسمی کشور خارج شده، پس یعنی چه فرایندی صورت گرفته؟ ترانزیت صورت گرفته. نه راهنمایی میکنم همه چیه فراموش کنید. فراموش کنیم. ببینید، قاضی حکم بازداشت متهم رو چیکار کرد؟ قرائت کرد. نه به دادگاه تجدید نظر ارجاع داد. صادر کرد. تمام. راست میگه. قاضی حکمم صادر میکنه. حالا اگه زحمت نمیشه یه الف و تی بزنین تنگش تمام بشه. تنگ چه؟ تنگ من؟ تنگ اون چیزی که الان گفتم. قاضیات. حکمات. بازداشتات. ای درداد، ای حناقات، ای کوفتات. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلامتی؟ قربان شما. من تازه اینا ای منم.